بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درس 56 ماست و در این درس ما از فصل فيما يكره للصائم و ما لا يكره و ما يستحب ادامه میدهیم. یعنی فصل درباره چیزهایی که برای روزدار مکروهند و اینچنین آن چیزهایی که مکروه نیستند و آن چیزهایی که مستحبند. پیش از آن که سر کنیم یک بار کمی عقیب می رویم و می بینیم که باب پیش از این چی بود. یعنی پیش از این مؤلف درباره چیزهایی صحبت کرد، چیزهایی رو بیان کرد که روزه رو نمیشکست و چیزهایی که روزه رو میشکست و ما تحت میشکستگی دو باب آمده، دو فصل جدا آمده. چیزهایی که روزه رو هم میشکست و کفاره رو واجب میگردانید و چیزهایی که روزه رو میشکست اما کفاره نداشت. پس این بود چیزهایی که روزه را فاسد میگردانید اما کفاره نداشت که درس قبلی ما بود. و پیش از او باب آن چیزهایی که هم روزه را میشکست، فاسد میساخت و کفاره را واجب میگردانید و پیش از او بود آن چیزهایی که روزه را فاسد نمیکرد. اکنون چون که این دو بخش مهم به انتها رسید، اکنون مؤلف به چیزهایی که بعد از آن می آید یا اینکه در درجه در مرحله پایانتر هست، سبکتر هست، درباره آن چیزها یعنی بحث میکند یا اینکه بیان میکند. کره للصائم 7 اشیاء، 7 چیز برای روزدار مکروه می باشد، ناپسندیده. یعنی که نمیگوید که این چیزها روزه را میشکند، متوجه شوید، نمیگوید که این کفاره را واجب میسازد، بلکه این چیزها ناپسندیده هست، کردن این چیزها خوب نیست. خب و اگر کسی این چیزها را برای چی خوب نیست برای شما معلوم میشه، چون که اکثری این چیزها به همین یک قاعده برمیگردد، یعنی قاعده روزه خود را به فاسد شدن تقدیم نمودن، یعنی به احتیاطی. وقتی که انسان به احتیاطی میکند و گویا که وقتی که به احتیاطی میکند گویا که روزه خود را به فاسد گردانیدن یا اینکه به خراب شدن تقدیم میکند، تقدیم مینماید. برای همین است که کراهت دارد اما روزه را نمیشکند. یکم ذوق شیء، یعنی طعم غذا یا چیزی دیگری را به زبان سنجیدن یا اینکه چشیدن چیزه، با آسان یعنی کوتاه کرده بگیم چیزی را چشیدن. خب این کار مکروه است، اما برای چی این ممنوع نیست؟ برای چی این باز هم ممکن است؟ خب برای آن که به حلق به جوف معتبر چیزی فرو نرفته است. خب اما برای چی مکروه است؟ برای آن که انسان روزه خود را به خطر می اندازد. خب اما مثلا فقها بحث میکنند و گفتگو میکنند درباره این و میگویند که اگر زنی باشد که مثلا شوهرش به حد نازک مزاج باشد یا به حد تند مزاج باشد و اگر خوراکی افطار نمکش کم و یا بیش شود، شوهرش جنگ میکند، شوهرش غضب میکند، یا مثلا خوشدامنش باشد یا خسرش باشد، کسی که باشد، مثلا اگر در این خیلی یک حالت باشد زن، میتواند که در وقتی خوراک را پختن یک بچلیکش مثلا با یک انگشتش کمی خوراکی را در بالای در نوک زبان خود گذارد و همان مزه نمک را چشد، سپس زود فورا یعنی زبان خود را تازه کند. این رو مثلا گفته میشود چشیدنی چیزه. و در این حالتی که من حاضر با شما مثال آوردم، آیا این مکروه هست یا نه؟ این مکروه نمیشود، این انشاءالله که بخشیده میشود، چون که در اینجا زن یک سبب داشت. یا مثلا حتی بعضی فقها این مثال رو میدهند که اگر کسی کودک داشته باشد و یگان خیل در این زمانه ما به حد اسبابایش زیاد هست، مثلا هر خیل ماشین هست، هر خیل اسباب ها هست برای کودکان، برای یعنی پیوره کردن طعام کودکان، برای نرم ساختن طعام کودکان به حد زیاد اسباب ها هست. حتی اسباب ها هم نباشد، بی های ما چی میکردن؟ مثلا در بین دو چلیک خود نرم میکردن، همون نان، همون شکراب باشد، قروتاب باشد، همون یعنی سرید باشد، هر چیزی که باشد در بین همون انگشتان خود چی میکردن؟ نرم میکردن، میدادن. اما اگر به حد ضرورت باشد که یعنی یگان مادر ضرورت ببیند که همون طعام را در دهان خود گذاشته کمی بجود با دندانهای پیش خود یا بچشد، سپس به کودک خود دهد، این هم برایش کمی یعنی آسانی هست، اما باز هم کراهت دارد، چون که روزه خود را به چی گفتم؟ به خطر می اندازند.
یکی نخواست فراموش کرده خیلی فراموش کند این دیگر گپ هست، اما اگر نخواست سلفه کند و همون طعام درون رود روزش میشکند، اما البته کفاره وجب نمیگرده چون که در اینجا خطا کرد. به هر حال دوم ببینید و مضغه بلا عذر، و همون خوراک رو جویدن، همون خوراک رو جویدن به عذره. اما چطوری که گفتم اگر عذر باشد کراهت دور می شود. خب حتی مثلا در اینجا اگر مثلا ریزینه باشد یا ریزین باشد، این خیلی چیزا هم جویدن کراهت دارد. اما بعضی ها درباره سقیج میپرسند، ژوچکا سقیج، که آیا اجازت هست یا نه. البته که اجازت نیست، مخصوصا وقتی که مزه دارد. در زمانه موسیقی‌هایی که هست با هر خیل طعمی میوگی پر هست یا هر خیل یعنی مواد دارد در درونش، همین خیل یک ریزین نیست. البته که یک شیرینی، یک ترشی، یکم چیز دارد و وقتی که انسان او را میجود با همون لعابش درون میرود، خورد میکند، فرو میبرد. پس البته سقیج جویدن هم درست نیست. اما اگر کسی پرسد که همین خیل من یک ریزین رو بجوم، باز هم کراهت دارد، اما روزش نمیشکند. اما اگر ژوچکه حاضر زمانه‌ای که پر از مزه هست اگر او رو بجود، همین که یک کم قرطه گرفت روزه خود را میشکند، چون که البته همون طعام، همون طعم، همون مزه‌ای که دارد فرو میرود، تنها لعابش نیست. سوم و مضغ العلق، و این چونین جویدن علق یک نمودی سقیچی قدیمی هست. خب این یک سقیچی قدیمی هست. در زمان مؤلف سقیچ هایی بودند که بعضا ذره های آنها جدا شده به حلق می رسیدند. از همین سبب است که در اینجا مؤلف او را مخصوص کرده ذکر کرده است. خب چهارم القبلتو، یعنی بوسه کردن. کراهت دارد برای چی؟ یعنی اگر شخص از خود مطمئن باشد که من همین خیلی یک بوسه میگیرم یا بوسه میکنم، باکی ندارد. اما اگر شخص از خود مطمئن نباشد و بی‌ترسد که از سبب بوسه کردن همسرش اینزال می شود یا به جما یعنی کشیده می شود، در این حالت حتی بوسه کردن زنش مکروه می شود. برای همین بعضا میگویند که برای جوانها این کراهت دارد و برای پیران نه. خب به این هم وابسته است که مثلا وقتی که شوهر زنش رو یا زن شوهرش رو میبوسد، در کجا میبوسد. مثلا اگر در پیشانی باشد احتمال شهوت کمتر هست، اگر در دست باشد شاید احتمال شهوت کمتر باشد، اگر در یکون جای دیگر باشد شاید زیادتر باشد. و این وابسته به هر یک انسان هست. هر یک زن و شوهر بین خود یعنی خصوصیت های خود رو دارند. به هر حال پنجم والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر روايته. مباشره یعنی که نزدیک شدن یا در آغوش گرفتن، خوب نزدیک بودن به هم دیگر، یعنی از جهت بدنی، اگر به شرطی که از اینزال یا جما امین نباشد. یأمن فیهما یعنی کسی خود را در امن احساس نکند که نفسش اینزال به اینزال میبرد خود را یا اینکه به جما میکشد طبق ظاهری روایه. یعنی اگر احتمالی واقعی باشد که این عملها به شکستن روزه آورده رسانند، یعنی باید حقیقتا واقعا یک خوف داشته باشد، یعنی احتمالی واقعی باشد که این عملها همین شخص را به شکستن روزه میرسانند. اما اگر این گونه خوف نباشد یعنی حکمش دیگر هست، حکم در اینجا نمی افتد، یعنی مکروه نمی شود. خب ششم و جمع الریق فی الفم ثم ابتلاعه، جمع کردن آب دهان رو در دهان جمع کردن و بعد فرو بردن. این چیست؟ این کراهت دارد. البته برای چی روزه رو نمیشکنند؟ چون که این یعنی لعاب دهان هست و عموما ما لعاب دهان رو یعنی آب دهان رو
یعنی آبی دهان وقتی میگویم لعاب رو در نظر دارم، توف رو. اون عموما توف رو یعنی فرو بردن میگیریم، باکی ندارد. پس این از اصلی همون یعنی دهانی ما حساب میشود. اما کسی اگر یعنی این گونه جمع کند کراهت دارد، چون که این شباهت میکند، یعنی این یک مانندی دارد به خوردن چیزه، به فرو بردن مثلا آب. خب آبی دهانی یعنی عادی ضرر ندارد، کراهت در آن است که قصداً آن را جمع کند و یک بار فرو برد. هفتم و ما ظن انه یضعفه کالفصد والحجامة. و هفتم آن و ما ظن یعنی و آن چیزی که گمان کند انه که او یضعفه او را ضعیف میکند، یعنی میگوید که هر کاری که شخص گمان میکند که او را ضعیف میکند، کردن همون کار برایش مکروه است. یعنی مؤلف میگوید کالفصد یعنی خون گرفتن از رگ، والحجامة و حجامت. اگر شخص گمان کند که این کار او را چنان سست میکند که مجبور به افطار میشود، مکروه است. اما اگر چنین خوف نباشد مکروه نیست. یعنی خون سپاریدن بعضی ها میپرسن اجازت هست؟ البته اجازت هست، چون که خون از بدنت گرفته میشود، چیزی به بدنت نمیدراید. اما اگر این گونه خوف داشته باشد، احتمالی باشد که او ضعیفی بد شود، این کراهت دارد. خب و خب این شد چیزهایی که 7 چیزی که مکروه هست. خب خوب این رو درک کنید ان شاء الله. اکنون میگذاریم و 9 اشیاء لا تکره للصائم. اکنون میگوید که 9 چیز است که برای روزدار مکروه نیست. یعنی این چیزها را چی میکند؟ روشن میکند، چون که شاید زیر سوال می آید، یا اینکه زیاد مردم سرگم میزنند، یا اینکه سوال پیدا می شود به آنها درباره همین چیزها. برای همین این چیزها را روشنی میاندازد. خب اما این را یعنی من باید بفهمونم، چون که بعضی هایش در قسم پیشین هم آمده است، در قسم پیشین آمدگی هست. برای همین شاید به شما سوال خلق شود که این در اینجا می افتد یا اینکه در یعنی در قسمتی قبلی. در اینجا میگوید القبلة یعنی بوسیدن، و دوم والمباشرة و نزدیک شدن، یعنی مباشرت نزدیک به هم دیگر چسبیدن، مع الامنی. شاید شما سوال کنید که قبله و مباشره در قسمت قبلی هم آمده بود. ببینید در این قسمت من اینجا با شما خط کنم، قبله و المباشره آمد، یعنی مکروه، چیزهایی که مکروه هست. اما این قید دارد این لم یأمن فیهما علی نفسی، اگر بر نفسش باوری نداشته باشد. اما در این قسمت این دیگر هست. ببینید قبله و المباشره، اما در اینجا قیدش یعنی همون صفتش یا تفصیلاتش دیگر هست، مع الامنی. دیدید فرقیت رو؟ پس در این قسمتی قبلی بوسه کردن همسر یا به هم دیگر نزدیکی و چسبیدن بدن به بدن تنها در آن وقت مکروه است وقتی که لم یأمن فیهما علی نفسی، بر خود باوری نداشته باشد، اطمینان نداشته باشد که اینزال می شود یا اینکه به جیما می کشد این کار. اما در اینجا مع الامنی، اگر یعنی به خود اطمینان داشته باشند باکی ندارد، مکروه نیست. سوم و دهن الشاربی روغن مالیدن به برود، به موی بالای لب. و میگوید والکحل، یعنی که به این چونین سرمه کشیدن. این چیزها روزه را نمیشکند. برای چی؟ برای آن که از چشم و جوف معتبر راهی نیست، و این چونین یعنی بر بالای لب روغن مالیدن برای مردان مخصوصا این یگان خیلی روزه را نمیشکند، یا روزه را بر شکستن تقدیم نمیسازد، یعنی بر روزه خطری نیست. چهارم والحجامة التي لا تضعفه، این چونین حجامه کردن وقتی که باوری داشته باشد که او ضعیف نمیشود، او سست نمیشود، باکی ندارد. پنجم والسواک آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء.
خب اینش مهم است. میگوید که و مسواک استفاده کردن نیز مکروه نیست در وقت روزه‌داری، یعنی در آخر روز مسواک استفاده کردن، مسواک در آخر روز استفاده کردن مکروه نیست، بلکه میگوید که استفاده کردن او سنت هست با مانند اولی روز، چون که بعضی ها مسواک را بعد از زوال مکروه میدانستند. یعنی این یک قول هست، پس مؤلف به همان قول گویا رد میکند یا جواب میاندازد که مسواک کردن در آخری روز نیز مکروه نیست و این چونین بلکه سنت هست و این چونین در اولی روز هم اجازت هست، حتی اگر ولو کان، حتی اگر رطبا باشد یعنی خشک باشد، او مبلولا بالماء یا اینکه تر باشد با آب، فرق نمی کند. خب البته اگر بدانید اگر کسی مسواک را همچون خشک استفاده کند و در آب اندازد و آب را قرط کند، این دیگر گپ است. اما همین خیلی عادی یک مسواک را یک کسی میشوید، یک کمی میتکد و مثلا در دهانش میگذارد، این باکی ندارد. آب را در دهان حتی گرفتن و سپس بیرون کشیدن به مانندی مثلا دهان رو تازه میکنیم در وقتی طهارت کردن، این باکی ندارد. این مسواکی تر به مانند همین شد، یا همین قدر آبش کم است که در همون خودی زبانمون حل شد، یعنی به حلق نرسید. این شد درباره مسواک. ششم مضمضه کردن، همین ها زیر من به همین اشاره کردم، یعنی وقتی که در وقت وضو گرفتن طهارت کردن دهان خود را که میشوییم، در دهان خود که آب میاندازیم و آب را دور میدهیم در دهان خود، این سوس میبریم، همین رو مضمضه گفته میشود اگر فراموش کرده باشید. اما غرغره کردن چی هست؟ یعنی در اینجا غرغره کردن نمیگوید، غرغره کردن الکی به حلق میرود آب، پس این کراهت، یعنی غرغره کردن اجازت نیست. خب و اکنون اول استنشاق لغیر وضوء. خب استنشاق لغیر وضوء و آب کشیدن به بینی برای غیر وضوء، مثلا پاک کردن یا برطرف نمودنی چنگ. اما انسان باید مبالغه نکند، یعنی از حد زیاد به بینیش آب نکشه، چون که از بینی به حلق میرسد. خب و اینچنین در حدیثی آمده است که و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. پیامبر صلی الله علیه و در وقتی تازه کردن بینی خود مبالغه میکرد، یعنی آب را درون میکشید تا اینکه بینی خود را تازه کند، مگر اینکه روزه‌دار باشد، یا اینکه مگر آنکه روزه‌دار میبود مبالغه نمیکرد. این روایتی سنن ابی داود هست، 142 جامع ترمذی 788. خب 8 والاغتسال، غسل کردن، و التلفف بثوب مبتل للتبرد. و التلفف در اینجا معنایش این است که خود را با بثوب مبتل با یک لباس یا با یک لطه تر پیچاندن، للتبرد برای خنکی حاصل کردن، علی المفتى به. یعنی کسی اگر خود را با یک لباس یا با یک لطه تر بپیچاند یا بپوشد لباس تر را، این برای خنکی حاصل کردن این کراهت ندارد. یعنی روزه‌دار میتواند غسل کند، آب ریزی کند و همدیگر آب یعنی ریزانند، لباسی تر پوشد تا اینکه گرمی رو سبک نماید، مکروه حساب نمیشوند. خب این شد 9 چیزی که مکروه نیستند. و یستحب، 3 چیز برایش مستحب حساب میشود. یکم برای کی؟ برای روزه‌دار. السحور، یعنی در سحور خوراک خوردن، چون پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید تسحروا فإن في السحور برکه، یعنی سحری رو بخورید، یعنی سحور رو، خوراک سحور رو بخورید. این خیلی که شب خوردید یا اینکه شام بخورید و بعد از شام بخورید و شب بخورید و همین خیلی چیزی ساعت 1 بخورید و خواب روید، به سحری نخیزید، یعنی پیش از فجر نخیزید. این درست نیست، این خلاف سنت هست، خلاف تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و آله هست.
بعد از عشاء که خوب کردید یا بعد از مثلا تراویح که خوب کردید، بهتر است که پیش از فجر در وقتی سحور خسته خوراک خورید، حتی یک خرما، دو سه خرما و آب هم باشد. چون پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید فإن فی السحور برکه، زیرا که در سحور برکت است. حدیثی بخاری هست 1923، حدیثی مسلم صحیح مسلم 1095. البته اگر این حدیث ها رو با این رقم ها پیدا نکنید، این تفاوت نسخه ها خواهد بود. و تأخیر دادنی یعنی چی؟ تأخیر دادنی سحور یعنی که سحور رو پیش از فجر بخورید، نه اینکه 1 ساعت 2 ساعت پیش از فجر، یعنی مثلا 2 ساعت پیش از فجر برای 20 minút برای 15 minút، یعنی بشینید و یک کم ترک خود خورید و بعد تا حال 1 ساعت مانده باشد. یعنی که در آخران قسمت سحور چقدر که وقت به شما لازم هست پیش از فجر سحور رو بخورید، تأخیر بدهید سحور رو تا آخران دقیقه. یعنی و تعجیل الفطر فی غیر یوم الغیمی، و شتاب کردن، عجله کردن در افطار نمودن در غیر از روزی ابردار. یعنی که همین که غروب آفتاب یقین شود، یعنی از آن اگر پیروی از، یعنی اگر از آن رو میشنوید از مسجد یا از یگان مثلا ساعت داشته باشید، اگر بدونید که ساعت شما انیق هست و تمام چیز توغلی هست گفتی که پیش از پیش، همین که از آن رو شنیدید میتوانید چی کنید؟ افطار کنید. خب همین که غروب آفتاب یقین شود افطار رو تأخیر نمیدهند، باید داده نشود. اما در روزی ابرناک بهتر است که اول یقین حاصل شود. اما باز هم روزی ابرناک وقتی که میگوید مؤلف، این برای اون در روزی ابرناک میگوید احتیاط کنید، چون که مردم در زمانی مؤلف و در قدیم آسمان رو دیده، خود آفتاب رو دیده روزهای خود رو افطار میکردند. اما اگر همین خل هستید در قشلاق ها زندگی میکنید، آفتاب رو میبینید، پس همین خل بکنید. اما اگر شما مثلا در دولت های گویا پیشرفته هستید یا در دولت های هستید که همه از تلفن و اپلیکیشن و از ساعت ها استفاده میکنند، کسی نه آفتاب رو دیده میتوند از سبب خانه ها و بنیاد ها و بنا ها، و نه میدونن چه خیلی نگاه کنن و چه خیلی بفهمند. اگر تنها از ساعت ها پیروی میکنید، این هم باقی ندارد. یعنی نمیگویم که ساعت ها و این اپلیکاسیا که هست در تلفن اینها نادرست هست، نمیگویم که نادرست هست. اکثر این اپلیکاسیا و ساعت ها در پشت این آلت ها علما می باشد، علما و کسانی که همین چیزها رو میسازند، یا اینکه خودشان عالم هستند یا با علما رابطه دارند و از علما مصلحت میطلبند. پس باقی ندارد اگر ساعت و این چیزها رو استفاده کنید، اما باید همانش رو استفاده کنید که دقیق باشد، درست باشد. و یعنی برای این نقطه سوم هم حدیث وجود دارد: لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. مردم همیشه بر خیر میمانند تا وقتی که در افطار شتاب کنند، تا وقتی که در افطار کردن عجله نمایند به خیر میمانند. این هم یک روایتی هست، روایتی امام بخاری 1957، روایت امام مسلم 1098. خب این شد یک صحیفه. ادامه میدهیم انشاءالله و کوشش میکنیم این صحیفه رو به پایان رسونیم. میگوید فصل فی العوارض: لمن خاف زیادة المرض او بطء البرء الفطر، ولحامل ومرضع خافت على نفسها او ولدها. خب در اینجا مؤلف در مورد بعض استثناءات گفتگو میکند، یعنی بعض گروه نفرهایی که از آنها روزه گرفتن تأخیر داده می شود یا اینکه بخشیده می شود. یعنی مردمی که عذر دارند برای روزه گرفتن. کسی که خوف کند، بترسد. لمن خاف میگوید برای کسی که میترسد زیادت المرضی که بیماریش زیاد می شود. خب او بطء البرئی یا اینکه شفا یافتنش دیر می گردد. الفطر یعنی افطار جایز هست. در اینجا نمی آید که جاز لمن، همین خیلی میگوید فی العوارض لمن خاف زیادت الفطر،
یعنی که هدفش همین است که جاز الفطر یا یجوز الفطر. فطر یعنی افطار کردن، همین خیلی است. برای همین فطر کردن یا افطار کردن جایز هست برای کسی که می ترسد از زیاد شدنی یا از زیاد شدنی بیماریش یا دور شدن یا آهسته شدنی شفایش. یعنی که یا شخصی که بیمار باشد بداند یا خوف داشته باشد، غالبی گمان داشته باشد که اگر من روزه بگیرم بیماریم بیشتر می شود، یا اینکه شفا یافتنم دیر می شود، یعنی باز تأخیر داده می شود، چون که روزه گیری برایم سختی می آرد و شفا یافتنم یا همون مکمل شدنی صحتم دور می افتد، یعنی دیرتر می آید. اگر این دو احتمالات باشد، یعنی این دو خوف را، ترس را داشته باشد، برایش اجازت هست که افطار کند. این بود درباره بیمار. خب در اینجا من ختم میکنم. این است لمن خاف المرض. اگرون لحامل و مرضع، درباره زنی حامله و شیردهنده میگوید ولحامل و مرضع خافت على نفسها او ولدها نسبا کان او رضاعا. یعنی و این چونین افطار کردن جایز هست برای زنی حامله دار. ببینید حامل یعنی حامله دار، مرضع یعنی شیر دهنده. خافت که می ترسد بر بالای نفس خود یا بر بالای ولدها، بچه خود، کودک خود. یعنی می ترسد بر خودی نفسش، یعنی خودی مادر بر خود می ترسد یا بر کودکش می ترسد. نسبا کان او رضاعا، اینجا یک نقطه نو هست، این رو متوجه شوید. خواه یعنی زنی که شیر میدهد، خواه این کودک خودش باشد، یعنی کودک نسبی خودش باشد، از نسب خودش باشد، او رضاعا یا تنها کودکی رضاعیش باشد، یعنی کودک دیگر کسی باشد که به او داده شده هست برای رضاعت، برای شیر دادن. حتی برای این گونه حالت اگر بترسد که من اگر روزه گیرم به این کودک ضرر میرسد، در این حالت برایشان افطار کردن جایز هست. خب من حالا تفصیلاتش رو نمیگویم، چون که فکر میکنم که تفصیلاتش رو خودش بیان میکند، اما اگر نکند من برایتان میگویم. این شد دو گروه نفرها. خب اکنون در اینجا سوال پیدا میشود که وقتی که مؤلف میگوید خافت یعنی ترس داشته باشد، این چگونه ترس رو در نظر دارد؟ همین خیلی ترسی عادی هر روزه؟ نه، در اینجا تعریف میکند. میگوید که خوف معتبر، یعنی خوفی که یعنی معیاری ترس معتبری که به نظر گرفته میشود چی هست؟ در اینجا میفهماند والخوف المعتبر ما كان مستندا اولا لغلبة الظن. خب این غلبه ظن بی تجربه، این یکمش هست، یا دویمش اخبار طبیب. خب این گویا دو چیز هست، خیلی سه چیز هم حساب کنید، هیچ کم ندارد. یعنی میگوید که ترسی که معیاری ترسی معتبر آن ترسی میباشد که مکان مستندن، که بر یعنی که مستند باشد، یعنی که بر اساسی غلبت الظن باشد، یعنی بر اساس احتمالی قوی باشد، مبنی باشد یا بنیاد شده باشد. خب یعنی که معیاری ترسی معتبر یا ترسی که ما به نظر میگیریم، آن ترسی رو گفته می شود که به انسان غالب گمان بدهد، نه اینکه من فکر میکنم به خیالم به فکرم، نه، باید غلبه یعنی غالب گمان باشد، غلبه یعنی احتمال قوی انسان داشته باشد. و این احتمال قوی که من بیمار میشوم یا کودکم ضرر میبیند از کجا پیدا میشود؟ از دو راه. خب بی تجربه، یا اینکه خودش قبلا تجربه کردگی هست، یعنی مثلا فرض کنید یک زنی هست که یکم بار کودک دار میشود، بعد میگوید که نه من روزه میگیرد در وقتی حامله داری، که دکتر میرود که دکتر میگوید که
کودکی تو مثلا ضرر دیده ایستاده است، باز مثلا کمی میخورد، باز روزه میگیرد، باز دکتر میگوید که تو چی کرده ایستاده، مثلا کودکی تو ضرر دیده ایستاده است، آیا تو روزه گرفتستی؟ همین خیلی برایش تجربه میشود که ها، اگر من با همین صحت و با همین وجود و با همین بدن و قوتی که من دارم، اگر من در وقتی همین دارم روزه میگیرم، حتی اگر خودم رو خوب حس کنم، این با کودکم ضرر میرسونده. این شد تجربه و در دویم طفلش تجربه دار میشود. میتواند که بر اساس همون تجربه یکمش از روزه‌گیری چی کند؟ یعنی روزه رو نگیرد. این شد عذری شرعی برایش. یا اینکه تجربه نداشته باشد، بلکه در همان کودک یکمش یک طبیب، یک دکتری که مسلمان باشد، حاذق عدل باشد، یعنی که حاذق یعنی ماهر باشد، در فنش رو خوب بداند، و عدل یعنی عادل باشد، شخصی گناهکار و فاسق نباشد. اگر این گونه یک دکتر به او بگوید، آگاهی بدهد که این روزه نگیری که با کودکت یا در حالتی که تو قرار داری برایت ضرر میرساند یا با کودکت ضرر میرساند، این هم برایش غلبه گمان میدهد یا اینکه احتمالی قوی میبخشد. و من برای شما یک سوم را در اینجا اضافه میکنم، یا اینکه حالتی همان حاضرش، مثلا اگر در همان حالتی که حالا قرار دارد در وقتی روزگیری میبیند که حالتش وخیم شده ایستاده است، حالتش بیزیب شده ایستاده است، همون حالتش برایش یک گواهی هست گویا. خب این شد این دو سه طریقه که من به شما فهماندم. این طریقه ها به انسان غلبه گمان یا اینکه احتمال قوی میبخشد و بر اساس این خوفش معتبر حساب می شود، قابل قبول حساب می شود. این خیلی که هوایی، همین خیلی من فکر میکنم که من نمیتونم، این هوایی نمی شود، هوایی قبول نیست. از هوا از آسمان گپ زدن باید خوف معتبری باشد که بر اساس یکی از این راههای اصلی و حقیقی باید، یعنی بر اساس همین ها باید بنیاد شده باشد یا ایستد. ولی من حصل له عطش، خوب اکنون میگذاریم به دیگر نفرها. لمن حصل له عطش شدید او جوع يخاف منه الهلاك. و این چنین میگوید که افطار کردن یعنی در اینجا نمی آید، اما همین کلمه در اینجا هست. اینجا تنها میگوید و برای کسی که حاصل شود برای او عطش شدید، یعنی تشنگی شدید، یا اینکه این گونه یک گرسنگی برایش پیدا شود که یخاف و او میترسد منه از او هلاک. یعنی اگر انسان به درجه برسد که خوف هلاکت یا ضرر جدی باشد، افطار میکند و بعد قضا می نماید. اگر این گونه از تشنگی از گرسنگی شدید بترسد که من هلاک میشوم، البته که برایش افطار کردن جایز میگردد. اکنون دیگر کدام نفرها هست؟ اکنون میگذاریم به نفری بعدی. خب این هم یک نفر بود، کسی که یعنی به حد گوش نشود، به حد تش نشود. اما نفری بعد از این مسافر. ولیل مسافر الفطر، دیدید افطار کردن نیز برای مسافر هست، یعنی جایز هست. برای مسافر نیز جایز هست، برای مسافر افطار کردن جایز هست، چون سفر کردن سببی رخصت هست یا اینکه رخصت شرعی حساب می شود. سپس میگوید و صومه احب ان لم یضره ولم تكن عامة رفقته مفطرین ولا مشترکین فی النفقه. میگوید که با روزه گرفتن او، یعنی روزه گرفتن مسافر پسندیده تر هست و روزه گرفتن او پسندیده تر هست، زیادتر یعنی دوست داشته تر هست. ان لم یضره، اگر او را ضرر نرساند، ولم تکن عامة و اکثری همسفرانش بیروزه نباشند و در نفقه شریک نباشند. خب چون که اگر در نفقه، در همون خرجات اگر آنها شریک باشند و این شخص روزه نگیرد، از خرچه آنها چی میکند؟ استفاده میکند، در حالی که آنها روزه دار هستند و او
یعنی در حالت افطار. برای همین مؤلف میگوید سپس میگوید فإن كانوا مشترکین او مفطرین، اگر آنها مشترک باشند یعنی که یک جای باشند در نفقه، او مفطرین یا اینکه همه آنها در حالت افطار باشند، فالافضل فطره موافقه للجماعه، بهتر است که او هم افطار کند و یعنی موافقت کند با جماعت. دوباره تکرار میکنم، اگر همسفرانش برای خراجات یا خدمت رسانی به او محتاج باشند و آنها افطار کرده باشند، دوباره تکرار میکنم، و صومه احب ان لم یضره. خوب، در اینجا میگوید که دو شرط، اگر این دو شرط باشد روزه گرفتن او بهتر هست. یعنی روزه گرفتن او بهتر هست اگر به او البته ضرر نرساند. این دو شرط چیست؟ اگر عمت و رفقتی، اگر اکثری رفیقانش یعنی همسفرانش اگر خودشان روزدار نباشند، یعنی در مفطر باشند، یعنی که در حالت افطار باشند، در حالت روزه نداشتن باشند و این چنین در نفقه مشترک نباشند، یک جای نباشند، در این حالت یعنی میتواند که چی کند؟ روزه بگیرد. روزه گرفتنش بهتر هست. نه در نفقه کسی با او شریک هست، نه او از مال کسی میخورد، نه از مال او کسی میخورد، نه او یعنی خرچه او به کسی دیگری میرود و این چنین دیگرها هم روزدار نیستند. بخش دیگران هم روزدار هستند، چون که میگوید لم تکن مفطرین، همسفرانش روزدار هستند، مفطر نیستند، یعنی که بی روزه نیستند، روزدار هستند. اگر روزدار باشند و در نفقه همشون شریک نباشند، در این حالت روزه گرفتنش بهتر هست اگر به او ضرر نرساند. اما اگر آنها در خرچه، در خرجات مشترک باشند، یعنی یک جای باشند، شریک باشند، یا اینکه اکثری همسفرانش اگر روزدار نباشند، در این حالت بهتر است که او هم روزه نگیرد، موافقت کند با جماعت. خب، اصل گپ در اینجا چی شد؟ یک 3-4 نوع مردمی که بر آنها روزه گرفتن حتمی نیست، یعنی آنها اگر این عذرها رو داشته باشند میتوانند که افطار کنند و روزه خود را بعدتر قضا کنند. نوع یکم کی بود؟ کسی که علاقه بیمار هست و خوف دارد که بیماریش زیاد می شود یا سست می شود شفا گرفتنش. حامله و مرضعه، زنی که حامل باشد یعنی حامله دار باشد و زنی که شیر دهنده باشد. سپس کسی که تشنگی یا گرسنگی بهت شدید را حس کند و او را به هلاکت کشد این گرسنگی و تشنگی. چهارم، کسی که مسافر باشد. خب، برایش رخصت داده می شود از طرف شریعت که افطار کند، اما می تواند روزه بگیرد اگر خواهد و اگر تواند. خب، اکنون میگوید که ولا یجب الایصاء علی من مات قبل زوال عذره بمرض و سفر و نحوه کما تقدم. اکنون در اینجا سوال خلق می شود که این نفرها روزه نمیگیرند اما برایشون قضا کردن تا حال هست، باید قضا کنند روزه خود را. یعنی مثال کسی که بیمار هست، هر وقتی که صحتش برقرار شود باید که روزه خود را قضا کند. اما اگر همان وقت را پیدا نکنند، یعنی با کسی که بیمار باشد به همان صحتش نرسد و فوت کند، یا اینکه مثلا 1-2-3 روز یا یک چند وقت داشته باشند اما اگر روزه خود را قضا نکنند، یک چند ماه گذرد یا چند سال گذرد روزه خود را قضا نکنند، در این حالت چی باید کرد؟ وصیت باید کنند پیش از مرگ. یعنی در اینجا سوال خلق می شود. پس می گوید که ولا یجب الایصاء، و وصیت کردن واجب نیست علی من مات، بر شخصی که فوت کند پیش از به انتها رسیدنی عذرش، خواه با بیماری باشد یا با سفر باشد یا با مانند آن چطوری که گذشت. یعنی چی میگوید؟ فرض کنید اگر شخصی بیمار باشد، شخصی بیمار گفتیم که عذر دارد، روزه گرفتن برایش
لازم نیست میتواند که افطار کند. بیمار هست هیچ صحیح نمی شود، هیچ یعنی صحت را حاصل نمی کند و همین خیلی فوت می کند. برایش وصیت کردن واجب نیست، چون که حتی موقع پیدا نکرد برای قضا کردن. یا مثلا زنی حامله دار یا زنی شیردهنده، اول حامله دار هست روزه نمیگیرد، بعد سالی آینده شاید شیر میدهد روزه نمیگیرد و در همین حالت شیر دادن هست که فوت میکند. مثلا وصیت کردن واجب نیست، چون که تا حال همون عذرشان زوال نشده است. یعنی چی؟ به انتها نرسیده است، گم نشده است، عذرشان ختم نشده است. تنها وقتی که انسان موقع پیدا میکند، مثلا انسانی بیمار صحت پیدا میکند، بعد موقع پیدا میکند، ماها میگذرد که باید قضا میکرد اما نمیکند، یا زنی حامله داریش به انتها میرسد، خوب میشود، یا اینکه قدرت پیدا میکند بر روزگیری اما نمیگیرد. یعنی یک موقع اگر موقع پیدا کنند و موقع رو استفاده نکنند، قضا نکنند، بعد باید وصیت کنند برای فدیه. و قضوا ما قدروا على قضائه بقدر الاقامه والصحه. یعنی باید که قضا کنند، یعنی هر روزی رو که با عذر شرعی ترک کرده بودند، بعد از آن باید بعدتر قضا کنند. یعنی بعد از برطرف شدن عذر آنها باید آن را قضا کنند تا حد تواناییشان، یعنی تا آن جایی که قدرت دارند، تا آن قدری که قدرت دارند بر قضا کردنش در وقتی اقامت، یعنی در وقتی، یعنی کسی که مسافر باشد وقتی که اقامت حاصل کند دوباره به وطنش برگردد، یا اینکه کسی که بیمار باشد صحت پیدا کند، یعنی باید قضا کنند. اکنون میگوید که ولا یشترط التتابع فی القضاء، یعنی در وقتی قضا کردن تتابع یعنی شرط نیست. تتابع یعنی قضای قضای روزهای رمضان رو انسان میتواند که پای در پای قضا کند، یا اینکه جدا جدا، هر دویش جایز هست. تتابع یعنی که پای در پای، یک روز پس از دیگر روز پس از دیگر روز. شرط نیست که انسان همین که عذرش تمام شد پای در پای بگیرد، میتواند که یک روز بگیرد یک روز نگیرد. فإن جاء رمضان آخر، اگر رمضان بعدی بیاید، قدم على القضاء، البته که همون رمضان نو را باید که تقدیم دهد، یعنی رمضان جدید رو باید پیش بگیرد و بعد از آن قضا را انجام دهد. این خیلی نیست که رمضان نو یا رمضان جدید می آید و نیتی روزه هایش تا حال برای روزه های رمضان قدیمی هست. نه، رمضان جدید رو باید نیت کند و بعد از انتهای این رمضان جدید می تواند که روزه های قضای خود را ادامه دهد. ولا فدیه بالتأخیر الیه. خب و میگوید که و فدیه نیست با تأخیر کردن به طرفی آن. یعنی مثلا چنین هست که انسان روزه یک رمضان رو تأخیر میدهد، یعنی شاید یک 10 روزش رو میگیرد آهسته آهسته، اما تأخیر میدهد، دیر میکند تا وقتی که رمضان جدید می آید. وقتی که رمضان جدید آمد باید روزه های رمضان جدید رو بگیرد و برای دیر کردنی و برای تأخیر دادن این روزه های قضای رمضان قدیمی را یعنی فدیه نیست. خب اکنون در همین جا درس رو میگذاریم و از اینجا ادامه میدهیم در درس آینده. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.